اللهی که خالق ما است، اللهی که خالق آسمان ها و زمین است، اگر همه یک فضل نمی داشت، این بنده هایی که ما امروز هستیم، این بندگی که ما امروز میکنیم، چی میشد؟ هرچی خدا بیشتر نعمت میده بیشتر از خدا دور میشه. وقتی نعمت گرفت باز دو صف اول مسجد هستیم، وقتی خدا نعمت داد با خدا پشت میکنه. باز چه راههایی را الله رب العزت و جلال باز هم جلوی روی بنده گذاشته؟ کمی بنده بی‌وفا، امی بنده ناسپاس، امی بنده ناشکر، امی بنده ای که در وقت درد خدا خدا میگه، در وقتی که صحتمند شد خدا رو فراموش میکنه. اگر امی بنده بعد از اینکه غذا میخوره، بعد از اینکه یک نوشیدنی مینوشه، حمد الله رو میگه، الله از این بنده راضی میشه. خوب است که الله رب العزت و جلال عادت انسان ها رو نداشت. چی میشد؟ اگر قضاوت به دست من می بود، قضاوت به دست کلانتر منطقه می بود، قضاوت به دست یک حاجی صاحب می بود، قضاوت به دست یک والی صاحب می بود، شاید غیر خودش کسی دیگر در بیش نمیموند. با بهانه های مختلف همه را به جهنم میفرستد. ولی الله کریم حتی هدایت را، حتی توفیق را به دست نبی هم نگذاشته، به دست پیامبران هم نگذاشته. یک روز حضرت بلال گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله را سپاس میگم که هدایت را به دست خودش گرفت. اگر هدایت به دست الله نمی بود من در مجلس شما را پیدا نمی کردم. چرا؟ به خاطر که من غلام بودم، من یک برده بودم، مرا در مجلس اشراف نمی ماندن. اشراف قریش، صنادید قریش، بزرگان قریش، من که در مجلس از اونا راه نداشتم. اگر هدایت به دست الله نمی بود در مجلس شما من را پیدا نمی کردم. اینان یک کس صحبت میکنه، در آغاز صحبتش میگه الحمدلله الحمدلله الذي نحمده و نستعینه و نستغفره. الله از بنده راضی شد.